سلام مامان. سلام مامانی، حالت خوبه؟ بله مامان. چی کار میکنی؟ هیچ کار، بازی میکنم. کجا بودی؟ خونم بودم. برو من باید قهرم. باشه من میرم، اما ما که خدا جان. سلام بابا. سلام بابای، حالت خوبه؟ بله بابای. کجا بودی؟ اگه دوستم بودی این باید ترک شنبه ترک میکنم. برو بابا، همه شنبه ترک میکنم، شنبه ترک میکنم. خودم میدم یا چه برای خودم تنها بازی میکنم. نمیدونم از وقتی درسا رو با مادرش دید اصلا زیر و رو شد. انگار نه انگار من دیگه نادرم. نادر نسیم خانم خیلی هم کارش درسته. بابا از قبل میدونست که من یه دختر 5 ساله دارم. ببین فقط زنا میتونن بفهمن، من و تو نمیتونیم بفهمیم دختر تو اون سن و سال وقتی میدو و میپره تو بغل مادرش یعنی چی. یعنی چی؟ فقط یه مادر میتونه بفهمه. حرفام رو با هم زده بودیم، به من گفت تو فقط اعتیادتو ترک کن، من با حالا ببین. اون فکر خودشو کرده، تو فکر خودتو بکن. نمیخوای بری دنبال مادر درسا؟ جون من از آقا ول کن. نمیخوای جبران کنی؟ نه علی هم نه، اون منو دوست نداره. مطمئنی؟ آره؟ آره دوست نداره. تو رو دوست داره، اون اعتیاد لعنتی رو دوست نداره. من چی آقا؟ من نباید دوستش داشته باشم؟ نادر تو خودت خوب میدونی، تو هم دوستش داری. بچه چی؟ بچه نباید مادرش دوست داشته باشه. مگه نداره؟ نه حاج آقا. حاج آقا یه لحظه تشریف بیارین پایین بابا، اینا هیچی نمیفهمم، اصلا منو خورد کردن. شما واکو داری میومدی در میزدی یا؟ من معذرت میخوام حاج آقا، من گفتم دیگه تنهایین، حالا مورد خاصی که نبود. از نظر من موردی نداره. حاج آقا بیا یه چیزی به اینا بگیم بابا، اینا هرچی من باشون صحبت میکنم با همین صابره اینا دیگه اصلا ما رو خورد کردن. من بهشون میگم بابا من بینوا رو پیدا کردم، اینا فکر کنن دروغ گفتم، میخوان ازتون شکایت کنن، خودم شکایت کنم. بیا شما یه چیزی بگو بهشون دیگه. با من $600,000 آخه کجا بیارم؟ خیلی جون که بگن دست در نکنه بیفتن دست پای ما ماچ کنم و میخوام شکایت کنن دست یه تو که پا تشریف بیارید از شما در نکنه. مادر جان یه لحظه من برم پایین. بله خواهش کنم. بفهم. یه مسئله اونجا کنیم. فرزانه خانم رو نگیرش می‌بینی. چشم. شما یه لحظه برو پایین، من الان میام. آقا نادر. بله. راجع به موضوعی که گفتم یه مقدار فکر کن. چشم آقا. نه مثل اون دفعه که فکر کردی یا قشنگ فکر کن. چه حشم کردی؟ در ضمن نادر جان. بله. اون دفعه رو به خاطر دلت ازدواج کردی، این دفعه رو بیا به خاطر درسا. نذار تنها بمونه. باشه؟ نداشت سیب بخوریم ولی روح بزرگی داره. من $600,000 از حلقوم کرجی میکشم بیرون. عمو جان. حاج آقا دیدین؟ اینا مثل عصر حجر میمونن، چیز سرد میکنن طرف آدم. برو تو حیاط. برو تو حیاط هوا هم خوبه. برو تو حیاط شما. سیبو بده به من. اون میگم دورو پرد میکنه سر صورتمون میگه اوستا. کامران جان. برو تو حیاط شما. موضوع نیاده. برو تو حیاط. آقا صاحب سیبو بده. خبر جان سیب. ببین چه جوری یه دیوانه یه سنگ میندازه تو چاه، بعد 1000 تا عاقل نمیتونه درش بیاره. عجیبه. ببین یه دیوونه چجوری یه سنگ میندازه تو چاه، اون موقع 1000 تا آدم عاقل نمیتونن سنگو بیارن بیرون. اینه که همین الان توفیق گفت که اون خودش عاقل گفت ولی من همه رو عاقل گفتم. برای دیوونه است. آقا صابر این جوون آقا کامران. حاج آقا من با همه ارادتی که به شما دارم ازتون خواهش میکنم الان وقتش نیست ازش دفاع کنید با پوزش.
اصلا مسئله اون نیست، مسئله چیزی خیلی ببخشید، هر مسئله الان تحت شعاع الان بهنامه است و خود به خود در محاق قرار میگیره. بس بیخیال باشید حاج آقا، البته با پوزش مجدد. باشه، شاید شما درست میگی. شاید حاج آقا میخواستن یه چیزی بگن. بفرمایید حاج آقا، شما بفرمایید. نه دیگه بهجت خانم، شاید زمان مناسبی نیست. ولی این حمید برادرزاده‌ام خیلی اصرار داشت بیاد جاسوسی نه دیگه حاج آقا نشد دیگه. چی میگین شما؟ اینجا چی میخوان؟ برین تو اتاقتون. برین تو اتاقتون. کی گفته بیاین اینجا؟ ببین حاج آقا، الان طرح این مسئله تو این شرایط اصلا کار درستی نیست. الان خود فریده هم راضی نیست. کارا چیه؟ مگه سیرتو نخواستی؟ چرا؟ فرستادم دیگه بگی. بعدش هم به توفیق جان برای چی فریده مخالفه؟ چرا مخالف باشه؟ دخترها بیایید، فرزانه بیایید. مسئله بینامه اولاست، ولی مسئله برادرزاده اولاتره و این دو مقوله از نظر بنده هیچ منافاتی نداره و این دوتا میتونن در کنار هم دیگه با هم حرکت کنن. پارالل. بله خودش عمو جان، پارالل. مونتاژ موازی. درسته. چند تا منو دوست داری؟ چند تا منو دوست داری؟ 11 تا؟ زیاده. بلدی بشماری تا 11؟ بشمار. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعدش؟ همین تا 10 بلدی دیگه؟ 6 4 3 1. سر کار گذاشتی نه؟ خب میدونی من چقدر تو رو دوست دارم؟ 12 تا. خیلی بیشتر از 11 تا. تو حالا منو بیشتر دوست داری یا مامانت؟ هیچ کدوم. ولی تو منو بیشتر دوست داری. درسته؟ خدا راست میگه. هیچ کدوم؟ چرا؟ من بیام اینجا بشینم؟ نه بخورم؟ داریم با بچه‌مون صحبت میکنیم. بفهم. چه خودتون مهم کردی آقا، من میخوام دارم دو تا بشینم. بابا حرف بزن. رو که نیست. برو حرف نزن. تو چرا ما رو دوست نداری هیچ کدوم؟ دعوا با هم میکنیم. با هم دعوا میکنیم. اگه با هم آشتی کنیم یعنی دوستمون داری؟ آشتی خوبه. آشتی که خیلی خوبه. ببین میخوای زنگ بزنیم مامانت ببینیم کجاست؟ باشه. آره؟ فقط نگی من گفتم مثلا من اینجا نیستم. باشه یه دقیقه شماره شو بیارم. 2 5 8 3. بگو بابا نیست ولی سلام رسوند. خب اینجوره. الو بدم راست بکن. الو سلام. بابا میگه غلط کردم. الکیه گره؟ بابا میگه غلط کردم. الو بابا میگه غلط کردم، بیا آشتی کنیم. سلام کن اول. سلام. میگه غلط کردم، میگه ببخشید. سلام برسونه. مامان مریم بیا باش حرف بزن. باشه بیا حرف بزن دیگه. اینجاست. آره بیا تو نیست. سلام علیکم. خوبی مریم؟ خبرها؟ آره من گفته بودم بهش که غلط کردم. آره اما صدات نمیدم. خب الان کجایی مریم؟ میخواین آشتی کنیم بریم کرج؟ میگه میخواین آشتی کنیم بریم کرج. میرم تو اتاقم قشنگ میخوابم. جدی؟ شخص و بازی ها. خب مامان اینا خوبه؟ بله ببینه؟ باشه. نه کجا آقا صبح؟
نانه چیه؟ نانه بابا نامه اوستا چیه؟ بابا نامه بابای نامه مریم بابای نامه بابای نامه بابای نامه فوت ناگهان جناب آقای شجاعی تا اطلاع ای بابا یکی بخون ببینیم چی میگه آخه. راست میگه. عمو جون شما بزرگترین اول بخونید. چشم. به علت فوت ناگهانی عموی جناب آقای شجاعی تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد. من عموشو میشناختم نادر. اینا همه سیاه‌بازیه. من و تو رو فلنگو گذاشتن در رفتن که رفتن که رفتن. آقا نده عمو راست میگه. ما باید خودشو پیدا کنیم. شما آدرسی چیزی ازش نداری؟ چرا؟ ما آدرس خونه شاگردشو دارم. کجاست؟ همین 2 تا کوچه بالاتره. خب آقا نادر بریم دیگه. بریم دیگه. بریم عمو جان بریم. آقا نادر شما با اون بیا. آقا نادر من با شما میام. بفهم. بشین بریم. اونجا که جاپارک نیست. برو اون پشت. من بیام ناجوره. همین کوچه رو که رفتیم در اول دست چپ. بریم. آقا صاحب شما پیاده نشو. همین بغله من الان میام. حواست به ماشین منم باشه. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. منزل آقای شجاعی؟ بله بفرمایید. آقا عرض تسلیت است. هم آخرتون میشه. ممنونم قربون شما. پس حقیقت داره؟ بله. خیلی زود بود آقا جمشید از بین ما بره. کی؟ خود آقا جمشید فوت کردن؟ آره خود نازنینش بود. تا دیروز کنار هم میشستیم چای میخوردیم. الان زیر خروارها خاک. خدا بیامرزه. شما مطمئنی خودش بود؟ عموش نبود؟ عموش؟ نه شاید هم به من اشتباه گفتن. رو در بنگاه چی نوشته بودن؟ نوشته بود عموشون. پس شاید هم عموشون بوده. چطور مگه؟ عجب آدمای شارلاتانیانا. یه روده راست تو شکمشون نیست. بریم آقا. عمو جان بفرمایید. مثلا چی کارشی؟ اینم داره دسته همونه دیگه. بریم آقا. چی شد؟ هیچی بابا. حرکت کرد؟ نه من بلند شدم ازش. عجب جاییه اینجا. یه بقالی نداره. پول تو جیبته؟ پول؟ تو خیلی چاق شدی ها. یکم خودتو لاغر کن بابا. کلی اعتبار رو همه به این اعتبار میشناسن منو. آره. خیلی خوب برو ببین بچه دارن میان. برو سر بزن. باشه شما اینجا بشین من برم سر و گوشی آب بدم. چشم برو. آسابه سلام. سلام قربان. نشتاختی منم شجاعی. توی شجاعی؟ یادو باشه. حاجی نادر توفیق بادای بیایی. آخه داد نزن صدا به هیچ جا نمیرسه صابر جون. اونا تو اون کوچه حالا سر کارم. نریا یه دقیقه بایستا. حاجی بیا یه چیز تو گوشت بگم. بیا خودتی یا اونجا که منو بگیری نه؟ نادر بیچاره بینامه پیدا شده بدبختت میکنیم. نادر توفیق دلت خوشه ها. حاج آقا ببین من دیگه رفتم پرواز. خونه حالم فروختم پولوشم خوردم. یه لیوان آبم روش.
کمک یکی کمک بکنه کلا برداره یکی کمک حاجی که پر پام نداری بمیرم برا وای با نری یه دقیقه وایسا یکی کمک بکنه حاجی رفت برم کن کمک تو که پا نداشتی که چجوری اومدی؟ نه بار آدم فروش نرده بود برم کن کمک حاجی بودو گرفتمش برم کن بگو دیگه داداش ولش کن بابا من دلم کوچیکه بگو دیگه چیز مهمی نیست بجد ولش کن تموم شد دیگه مرگ بجد خیلی خوب بذار شوهرت بیاد اون قشنگ کجاست توفیق اینجا ببینم چی شد هیچ رفتم دستشویی اومدم نه تو رو نمیگه منو میگه اونو بگو گرفتش دیگه نه بگو اونجوری اونو بگو چجوری غافلگیرش کردم غافلگیرش کرد نه چجوری غافلگیرش کردم اونو بگو غافلگیرش کردی دیگه نه بابا اینجوری پریدم از پشت اینجوری گرفتمش تکون اونو بگو پرید از پشت گرفت قشنگ بگو بمیری تو با این گفتنه قشنگ تعریف کن بهجت خانم نبودی امروز ببینی آقا داداشش چیکار کرد گوش کن به جون خودم خیز گرفت یه 2 تا پشتک وارو زد عین قرقی تو هوا با یه دست گردن شجاعی رو گرفت که اصلا من موندم پس با این وضعیت نوخواهیم بهجت میدونم بابا پس چی تو جوونیایی داداشمو ندیدی یکی بزن محله بود نگاه نکن بیچاره الان اینجوری اوراق شده چیزی بود خیلی خوب دیگه چایی رو بریز لفتش نده دیگه لیفت نمیدی چشم خودم میبرم برای بچه داداش میگم 1000 ماشاءالله حیات پر شده عروس دومات راستی چقدر عروس و دومات ریخته تو حیات اینی که من همین الان خودم گفتم که انشالله همیشه عروسی باشه انشالله بجد این کلانتری رو بهت نگفتم این شجاعی رو ندیدی تو کلانتری چیکار کرد کاش بودی همچین یه التماسی میکرد افتادی رو پام دستمون میبوسید میگفت صابه گفتم بله اجازه بدین دستتون رو بریزم گفتم لازم نکرده نامرد من همچین احساساتی شده تمام این موهای تنم سیاه شده بود بعد گفتم آقا جان عزیز من چرا قاطی کردی این مال آقا جونه شجاعی طرفی عزیز من بمیرم قاطی کرده ام نداره داداش ام نداره بده من چایی رو ببری با این پات که نمیتونی حداقل با باکر برو نه بابا میخوام بدون باکر برم بجرد که دخترام جلوی همسراشون منو محکم و استوار ببینن سایت همیشه بالا سرشون باشه نلرزونی ها نلرزون نه واسم آخه خواستگاری مونه یادت بجد خانم ما رفته بودیم تو حیات با هم حرف میزدی حیات نداشتیم که اینجا اومدیم خونه حیات دار بود آره اینقدر با صفا بود این حیات بگم حیات نداشت جوونیم بهاری بود و بگذشت بهار اومد به صحرا و در و دشت جوونیم بهاری بود و بگذشت به سلام بر زوج خوشبخت بشین همین جان شما چرا زحمتی شدی بابا خواهش میکنم اشکال نداره بفرمایید دخترم اوضاع چطوره خوبه؟ خوبه آره؟ بابا اینقدر آقای خانواده دوستی هستن که نگه برام خیلی دوست دارم. خب شما چطوری؟ چه خبر؟ ممنون سلامت باشی. علی جان این دختر من به اندازه دنیا دوستش دارم با کوچیک شما هستی انشالله که لیاقتش داشته باشه. برنامه عقلی برقرار میشه هر وقت که شما با همون کمال دستور بدین بره یه چشم. بشینید راحت بشید. اجازه بدین من ببرم. نه خودم میبرم. سلام بر زوج خوشبخت. بشینید منم میشینم. بشین دخترم. زحمت نیست دخترم. عیبی نداره. قشنگ یه کشتی تو دیرکی واسات بخری نه؟ خیلی بهترم. خب دخترم اوضاع چطوره؟ خوبه؟ خوب. میگم کامران جان این دختر رو من به اندازه دنیا دوستش دارم
چی؟ صداتون اومد اونور. همینم داشتیم به فریده میگفتی نگفتی؟ خب چیه شما دوتا رو من یه اندازه دوست دارم دیگه دختر. حالا اوستا ناراحت نشو. می‌دونی چیه، ما با فرزاد خانم تصمیم گرفتیم که زودتر از فریده خانم. چی؟ شوخی می‌کنیم بابا. خب انشالله که روزای خوبی بشه. قربونت. برو. سری منتظر بونس تریپ بردی. سلام به داداش خوب و خاص خودم. قربونت چاکرم. دستتم درد نکنه. شما چرا زحمت کشیدین آقا صابر؟ چه زحمتی زن داداش. خواهش میکنم. همشون که ریختی. نوش جانت نوش جانت. یه باید با نلبکی بخوری. آره یه با نلبکی باید بخوری. خب زن داداش. بله. چه خبرها؟ هیچ سلامتی. خبر خاصی؟ میگم نادر این زن داداش ما به اندازه دنیا دوستش داریم ما. بله شنیدیم. آره. همه رو همینو داشت. تصمیم رو گرفتیم دیگه. قرار منتظر من بمونن، منم انشالله پاک دیگه. این تفلک زن داداش که این همه صبر کرد 28 روزم روش، مگه نه زن داداش؟ بله این دفعه دیگه قول داده، مطمئنم که میتونه. انشالله هر دفعه قول میدم ولی این دفعه واقعا یه جوری. انشالله یک چک بده. چش همونجا. خب من برم. قربانش. دست درد نکنه. خسته نباشی عموجان. بفرما عموجان. من این درسا رو به اندازه دنیا دوستش دارم. اینه که به عمه گفتی؟ نه من فقط به تو دارم میگم. بچه راست میگه، همه شنیدن. واقعا مسخره است. وقتی شما رو صدا میزنیم هیچ کی نمیشنوه، هی میگیم در میزنن هیچ کی نمیشنوه، حالا یه 2 کلمه حرف زدیم همه شنیدن. مسخره. عموجان عموجان آرزوها ما رو قال میذارن، خسته و بی‌پر و بال میذارن، قلبمون پر تنها میشه، همیشه باید از ته خم این راه قلم، باید از ته خم این راه قلم. آزمایش میکنیم. خانم ها آقایون لطفا ساکت باشید. ساکتن که لطفا ساکت باشید. جلال جان ساکت دیگه. افتخار آقا صابر یک کف مرتب بزنید. خیلی ممنون. متشکرم. خیلی ممنون. با کسب اجازه از حاج آقا مرتضایی که خیلی ارادت دارم به ایشون و کمال جان و همه شما عزیزان، من خواستم یه 2-3 مطلب رو خدمتتون عرض کنم. یکی که من خیلی خوشحال هستم امشب و خوشبختم که شما عزیزان در جشن ازدواج دختر ارشدم فریده جان با داماد عزیزم جناب آقای حمیدخان مرتضایی که برادرزاده حاج آقا مرتضایی هستن، که باز هم بنده ارادت دارم به شما حاج آقا مرتضایی تشکر میکنم که مجلس ما رو رونق دادید. بازم تشکر میکنم از همه عزیزان، همه دستاندرکارا که در کشف بینامه مرحوم عبدی بنده زحمت کشیدند. به افتخار آقا صابر. نکته آخر اجازه بدید من باز از این تریبون استفاده میکنم و اعلام میکنم که از فردا با شروع ماه مبارک رمضان نونوایی سنگکی بنده دوباره پخت خودشو از سر خواهد گرفت.
آفرین جلال. و از در ضمن خیلی مهمه اینو من خدمتتون عرض کنم که فردا پخت صبح، ظهر و شب پولی نیست و برای خیرات پدرم صلواتی. باریکلا صابر، واقعا روح اون خدا بیامرد و شادش کرد. برای شادی روح صمد آقا بلند صلوات ختم کن. محمد. خیلی ممنون حاج آقا مفتیزایی، خیلی ممنون. ارادت دارم. کمال جون دست شما هم درد نکنید. حالی که صحبت آقا جون رو کردید بذارید خدمتتون بگم روز آخر، یعنی آخرین روزی که آقا جون در قید حیات بودن، یه نکته رو به من گفتن که من خدمتتون رو عرض میکنم. روز آخر آقا جون منو کشید کنار گفت نه خواهش میکنم اشتباه نکنید، اجازه بدید. خاطراتی که تا حالا گفته شده همش نقل به مضمون بوده، ولی این خاطری که خدمتتون عرض میکنم حقیقت محضه و چیزی نیست جز حقیقت. روز آخر آقا جون منو کشید کنار گفت صابر. گفتم بله آقا جون، اجازه بدید دستتون رو ببوسم. گفت ببوس و منم بوسیدم. بعد گفت صابر. گفتم بله آقا جون. و از طرف من، از قول من، به همه بگو که تا زنده اید قدر همدیگر رو بدونید. جلال جان به افتخار آقا صابر کف مرتب. خیلی ممنون تشکر میکنم. خیلی ممنون تشکر میکنم. خب نادر جان تو اگه مطلبی داری داداشم. من حرف خاصی ندارم، فقط من سهممو میخوام. چه شروع کردی؟ بابا جدی کردی باز داری اصلا منو بارو ببینم. کجا رفتن؟ خوبه. اینو یه نفر بگیره. کیف آقا نادر بدیم. کیفشو کیف آقا نادر بدیم. برو به سلامت. برو به سلامت. دست حق به امراد.
باشی.